اپای مبارک فتولایوا بیشتری عمر خود را به پختن خوراک‌های ملی و هنر دوزندگی گذرانده است. او امروزها همراه فرزندان در آشخانه ملی جیخون یک چند نمود خوراک‌های ملی پخته پیشکش ساکنان می‌گرداند. برای پختن یک چند نمود قروتاب مهارت خوب دارد. طرز تیار نمودن قروتاب گوشتی را چنین شرح می‌دهد. قروت را با آب جوشیدگی آمیخته کرده اینا مالش داده او میشد. این را در بالای فتیل میاندازیم. اکثریت منطقه با قروتا با چکه میکنن، جرغوت او کره میاندازن با قروت میکنن. این همه بولازت شدن قروت او کرده مالش داده موندن، این همه چیزی بهترین و بولازت. برای تا آماده کردن قروت آب کرده در فتیل یا جایی کردن یاردمچی من دخترم موزونه برای که در اینا این کسب رو من آموختنم به من یاردم میتین. اپای مبارک فتولایوا را در این گوشه کشور یکی از کدبانوی ماهر نام میبرند، چون که بیشتر خوراک‌های ملی را از میوه و گیاه‌های طبیعی آماده میکند. دو سه نمود قروتاب گوشتی، قروتاب تخمی بدنه یا تخمی مرغ، قروتاب فتیل قطعی. با میدان یک نمود شکراب این همه خوراکی قدیمی ما که شکراب از فتیل تیار میشه. برای هوای تیار کردن محصولات های من وقتی از میوه، بودرینگ، پمیدور، زیلین، من هم چیزای سبزیجات استفاده برده یک اوقات سرغذایی بولازت میشه. پدر و مادرم یاد گرفتگی چی دیگر نوعی فرق دارد. برای که گوشت تیار میکنیم تخم برای سرغذا شدنش تخم علاوه میکنیم. باید گفت که قهرمان امروزه ما در فستیوال آزمون شهری و جمهوری نامپز و آشپز بهترین نیز اشتراک نموده صاحب جایهای نمایان گردیده است. همین است که او همیشه کوشش میکند خوراک‌های ملی با لذت پخته پیشکش مردم گرداند. قروتاب گوشتی را تیار میکنیم. حاضر همیشه آماده کرده از اکنون به گوشت میگذاریم. گوشت را معده کرده در بالای قروتاب میریزیم. برای با لذت شدن و سرغذا شدن قروتاب ما تخم بودنه را استفاده میبریم. اپای مبارک فتولایوا بغیر از کدبانوگی باز مهارت دوزندگی نیز دارد. در همه چاره‌بینی‌های دولتی اشتراک نموده هنرهای خود را پیشکش تماشابینان میگرداند. این اویله هنرمند اعلان شدن سال 2018 را همچون سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی غمخوری نوبتی پیشوای ملت در حق هنرمندان می‌حسابد. اکنون قروتاب گوشتی ما با تخم بودنه آماده شد. ما میتوانیم این را استعمال نماییم.